حکایت صفحه 71. شخصی نزد حکیمی رفت و گفت: ای حکیم، راز خوشبختی و پیروزی را به من بیاموز. حکیم گفت: اگر فردا بیایی رازی را برای تو خواهم گفت. آن مرد رفت و فردا بازگشت. حکیم جعبه‌ای بود داد و گفت: مواظب باش در این جعبه باز نشود. شخص با شگفتی جعبه را گرفت و راه افتاد. مثل باران می شدی، کاش می شد مثل باران می شدی، مهربان و تازه بود این ادعا، هر با آواز شاد خود. یه لحظه بچه برم.